با هم بخوانیم. این قسمت کشاورز. سلام بچه‌ها، امروز میخوایم با هم تمرین کنیم تا بهتر بخونیم. اول نوبت شماست تا متن رو جمله به جمله بخونید و تکرار کنید و در آخر هم من متن رو برای شما تکرار میکنم. آماده این؟ پس بیاین که با هم دیگه شروع کنیم. مثل همیشه عالی خوندید. حالا نوبت منه که این متن رو برای شما بخونم. کشاورز. نام این مرد یاور است. او دوست بابای من است. یاور یک کشاورز است. او در زمین روستا کدو و سیب زمینی میکارد. یاور برای ما کدو و سیب زمینی تازه می آورد. یاور کشاورز توانایی است. ممنونم بچه‌ها که توی این ویدیو هم همراه من بودین. یادتون نره حتما لایک کنین و نظرتون رو برای من بنویسید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.